شنیدی؟ صدا هدفون خودش انقدر کم که حاجی این کیه دیگه؟ این جدیده. اوه ما رفتم شب رو تمام کردیم. شب بعد اومدم شب اول بابا یادت رفته دهنت سرویسه. شب اول اومدیم؟ بله. برای چی؟ چون که سنیتیمون کم بود دیگه، ما هر کاری میکردیم شب هفتم گیر میکردیم، برای همین مجبور شدم از شب اول بیام. محتوایی که از هاپارات حاضرم برایش پول نت بدم. عشق منی مانی جان. لگ زیاد. مرسی صدرا جون، لگ با اینکه زیاد. ما رو دوست نداری خیلی علی لگ مرسی. داریم. به فنا رفتیم خیلی لگ داریم. درست شد. چی به فنا رفت؟ هیچ یه لحظه خیلی لگ داشتیم. چی لگ داشت؟ یه لحظه رفت رو 1000. آره اینترنت میام به خاطر چیزه فوتباله. بچه ما اینو بازی کرده بودیم منتها تا شب ششم بیشتر نتونستیم بریم به خاطر که از شب اول باید اینجا آب زیاد میخوردیم. لینک دونیت بذار. لینک دونیت مگه نذاشتیم؟ چرا گذاشتم هست. مانی جان اون به نصفه باز میشه. بعد برم چرا خاموش کنم. چه آروم میره یارو خودش کرم داره. چرا واقعا آروم میره؟ تو نمیره؟ شیفتو میگیرم تو نمیره. نه یا وات؟ ایزد من نه یا اشخار. بابا تازه شب اوله. چرا خاموش کنیم بخوابیم. شب بخیر. بعد از اول پرش اینو میذارم اینجا. حاجی ریدم به خودم حاجی. دونیت کرد. مرسی صدرا جون مرسی. ممنون. خیلی دوست دارم. صدای خروس تو شنیدی؟ من نشنیدم. تو هدفون تو اومد. بابا تا این صدا خشش اومد اونم شروع بابا کرد. پنجره دوست داره. یه کرکره ها رو بده پایین حالیش کنم. یا سرخ بده اینو بخورم. بخوریش. تو غذا رو بذارم گرم شه. صدر جان دهنت سرویس. ریدم تو خودم. هم صدای تلویزیونی اومد همین اومد. عشق منی مانی جان. این کله هنوز این کدوم کله؟ چون کله کو؟ این پایین چیز لوله هنوز اینده. چششو بر فکرم لولوه رفت. لولو خوبی؟ لولو بیا منو بخور. لولو خوب میخوره. یا اول یا حضرت عباس. این باشه محض احتیاط. من ترسم. ای در باز کن. خوبی مامونه. خوبی پشتری که میگه نکن. الان رو صندلی نشسته. یا حضرت عباس. تو کدوم صندلی؟ نه نشد. اون برای شب سوم. بردیا جو میدی حاجی. این نبود شب دوم. من گفتم بهتون. باور کن دوباره موهای پام سیخ شد. ببین موهای رونم سیخ شد. اینا رو میبینی؟ اینا هم سیخ شد. من چند روزه دارم روی اینا کار میکنم. یا آخر یا حضرت عباس یا ایزد من نا. وای شب شد. وای تلویزیون روشن شده. وای
وای وای وای وای خب آیه سو فیلمای خشن نگاه میکنن چرا روشن نمیشه؟ وای 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 برو سر خاموش شد خاموش شو لعنتی، خاموش شو. از سر استفاده حاجی من با اینکه اینو بازی کردیم بازم میترسم. شبیه خر شرکه شبیه خود شرکه مردک ماستر چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ حاجی کرکوپرم بیلاپرم همچین چیزی نبود تو شب دوم. حاجی دوباره موهای رونم سیخ شد. وای 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 بچه موهای رونم سیخ شد. بگیرش نذار در بره. حاجی کجا قرمزه؟ رو سقف بابا بالا بیرون بیرون. آقا همچیزی من یادم نمیادا. بی ناموس دلغک. آپارات اوه ببخشید. خب برو دیگه. برو دیگه برو دارم. چرا غیب نمیشه؟ برو برو اوه همه جام خارش گره. یه شبیه مارکوسی بردیا. رابرت من یه کاری کردم. ترسیدی؟ نه ترس من اینجا. در میزنن صاحب خونه اومده میگه پول منی بیده آخه حاجی این کیه؟ برگرد ببینم تو رو دیدمت برو. این چیز ایلان ماسک با بلندشم حتما. با صدا گوربا من یاد برو. بخوابیم بابا. جوابی ندارم بهت بدم. من فکر کنم الان یارو پشت سرمون در میاد. بچه ها شما بگید این شبیه کیه؟ شبیه خر شرک نیسته؟ راه رفتن رو نگاه. شبیه معتادا رو بردی مثلا تو اینجای من نترسم. خدا هرشای من نشیدم. بچه ها خواستید دونیت کنید بگید من اینو بذارم روی گوشی خسرو جان. یکم آب بخورم. برای همین اینو دادید به من نه؟ آخه کوچولو قربونش برم بسپنی گذاشته بر من. چرا نمیره؟ برو دیگه صاحب آدم خورد میکنه. عشق منی برو بخواه. همون صدرا به هممون نظر داره. همون صدرا داری خطرناک میشه. شب بخیر. همه چی رو میگفت این اینستای من و اینستای شما همه ویدیو همه چی رو دیده بود.
بعد تو بازی میگفت برو تبر رو بردار، چکش چیه؟ چه آهنگی میخونی؟ همینو کم داشتیم. بیا بچه برم عشق کنیم، توش میرم. ولی خودمون واسه یه جنس صداش زیاد قشنگ نیست. حاجی اینجا هم کسیه؟ نه. بیا با هم دوست شیم. من مشکلی ندارم با اینکه تو چیز نداری. فقط منو نخور. ای بابا ای بابا. برو آب بخور. حاجی من نه سنتیمون اوکی. ببین به موقع چشاتو ببندی اوکی. یه ذره است. من نخوام برم دوشابو ببندم کیو باید ببینم آخه؟ بمون اینجا لطفا. عشق معنی. آب نمیتونی بخوری؟ آخه گریه نکن. پشت سرتو نگاه نکن. خدا ورش داره. این مسخره بازی الان چیه؟ نه خدا این مسخره حاجی بازی سنیتیمون خیلی کم شد. غذام که خورده بودیم. یادتونه همینقدر داشتیم که اونجا چیز شد، تونستیم انقدر مونده بود، یه ذره مونده بود. یادتونه میتونیم نجات پیدا کنیم. به موقع چشاتو باز و بسته کنی اوکی میشه. فکر نکنم. به نظرم به چخ رفتیم. شب شیشم. شب شیشم. ببین تا پرید دکمه رو بزن که چشاشو باز بسته کنی. دکمه چیو؟ سیکتی رو. یا دیدی سری میاد از بازی بیرون. آره. پرید اونطوری. شب شیشم. نپرید. برو سری بخور. چیو برم بخورم؟ آب. نپره تو صفحه. چرا؟ کی بپره؟ کم شه. کی داره گریه میکنه؟ ای با این باز مسته که. مردک چطور هر شب میخوری؟ مردی که انقدر زده کمرش درد گرفته. شیلاز آرته. به به. به به. نیومده شروع شد. گول به به. گول به به. بخورش. ریخت وای. واق 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 واق. چه خوب. عشق. ببین به موقع چشتو ببند. الان فکر کنم در باز میشه یهو میپره تو صورتت. میاد یقتو میگیره، ول نمیکنه. الان اون زنه میاد بغلش آواز میخونه. اینا شینی چه بدن خوبی. الان اونجا وایستاده. آره بعد بس تمرکز کنم. ببین این میپره روت، یقتو میگیره، سری چشماتو ببند. باش. ولی اسم اون عروسای کنار چیه؟ خسرو. خوشگله تا اومدی؟ نترسی میپره الان تو صورتت. سریع آماده باش. نه الان میاد اینجا آواز میخونه. سلام شرک جان. شب شرک نیست خدایی، سبزه. الان از کنارت هم یه دونه میاد بالا. این طرفت. سلام. این برو پایین، برو زیر تخت. بگو بیاد ما آماده ایم. بیا کتو. آهای حرومزاده من هنوز زنده‌ام. آپاراتیم. بازم قرار بیاد پا نمیشیم. تو کیستی؟ چرا تموم نمیشه؟ نه خدای این یکی جدید.
نه خدایی این یکی جدید بود. نه نظرته؟ چشمو بستم تازه من. اوه سقف بالا. وای پیشبینی 100%. چه نفسی داره میزنه. برو دیگه برو چیز آب نه. بخور. میگه بخواب. خب بخواب. باید بخواب. چه شب خب نگرد الان مزخرفی یکی بود. نپره رو صورتت. مانی داره عکس روح میفرسته. مانی ترسیدی؟ نه ترس، من کنارتم تا وقتی شب من داری هشتم. غم نداری. شب هشتم. این دیگه شب جدیدیه دیگه. از اینجا بعد همه چی سورپرایزه. مشکل منیه. من اگه ترسیدم اسمتو باید عوض کنی. مانی جان عشق کن. چون اگه منم ترسیدم تو باید بمیری. خوبه. یا اول حاجی هیچی نمیدونیم چی میشه. من از آینده مانی جان از مرسی بردیم. منم امیدوارم به تو. امیدم به تو. این چه مدل خوندن آخه. صدا برو بش بگو چی بیا اینجا. چیه کجا میری ها کجا میری چه سوسول شلوی عشق من. در اتاق خوابم کی بسته؟ من کرکره ها رو دادم پایین با اون جن کار داشتم. من گفته بیلا میگه چرا ترکمون نمی کنی؟ مامان گفت شما تو از ما نمیترسی درسته؟ تو شجاعی. میدونم چون منو میگه آه خیرسر رو میگه بابا. حالا هرچی کی اینجا نمیترسه. بچه صدا گذاری نکردم. سقف در کمد باز کن. چرا در کشه ها باز نمیشه؟ بگن همیشه با چراغ خاموش باید بخوابی. این چرا اینجا مچاله شد؟ دو نشون داد. من احساس میکنم جنه میخواد دوست شه با همون. ای وای. خورشید پشتش به ماست. میدونستی؟ میدونستم. بچه ها کسایی که میگن خورشید پشتش به ماست لایک کامنت یادشون رفت شب نهم یهو. ماله حاجی با این سنتی کاش حداقل اینجا ما رو تو راهرو ما رو نترسونن. بله دیگه فکر کردی چی راه رو برات میذارن خدایا بالا. وای 70 درو بردار این قلب رو بردار و به خوشتون فقط مراقب برش داشتم. من از این ندارم. من از این قلب یا خدا در روم باز نکرد. در روم باز نکرد. در رو باز نکردی؟ در روم باز نکرد. ممنون بابت قلبت مانی جان عشق منی. این قلبو کامل. صدا چی بود؟ صدا لرزش چی بود؟ من نبودم. این قلبو کاملش. حاجی اذیت نکن. حاجی اذیت نکن. با بازیش گرفته. بیا با این بازی کن. بردیا جون مرسی بابت روبیای قشنگت. بردیا کی؟ مانی جون همین کم مونده به جا صدرا بهش بگم بردیا. مانی جان غیرتی. مانی میره دیگه نمیاد. انقدر که اسم توی نکبت رو میاره تو چت. باش درست صحبت کن. من روش غیرتی اما مانی جان اصلا به دل نگیری. مانی رفرش کرد سفر و روبیات رفت. صدا کی بود؟
بخورش اونو بخور، اینو بخور، نه اونو، اون جا نمیشه. خوشمزه. خب نه اون بالا باید بیاد دیگه. خرس به خدا این میخواد دوست شه با ما. Sorry about that, I won't scare you anymore even though it was really fun. Grandpa says you're the only one who can help us. میگه کمکمون میکنی. میگه دیگه نمیترسونت. بابازم گفت تو تنها کسی که میتونی کمک کنی. کمکمون میکنی؟ خب چجوری بگم آره؟ دیگه نمیترسه. گفت دیگه نمیترسونه. هی این میره اون. Thank you, you're such a good person. حالا میپره ساعت میگه این میگه آخرین من بار که بود. گفت من که نگفتم کمک میکنم. قرار شد دیگه من نترسونه. یا حضرت عباس صدای واقعی میاد. حالا فکر کنم میاد بغلت باد میخواب. من خودم کمکت میکنم عزیزم. مانی میگه من خودم کمکت مانی اوضاعت خرابه. به جنم نظر داری؟ مانی جان این تنها چیزیه که من روش غیرتیم. پیش یه دکتر اورولوژ برو. مانی بعد تو من روی این غیرتیم. از حدت بالا. نه ببخشید not again دوباره شروع شد. کردم مانی جان به دل نگیری. در داره بازو بسته میشه. آخه با درم بازی میکنه. بیا کرکره ها رو بده با من این حالیش کنم. چی می جنازه بابا. سه تا جنازه رو زمین. اخبار بسم الله. Yesterday afternoon a serious criminal case occurred in a rental apartment in the city. 3 people were brutally murdered suspected to be the victims of a home. آخه این 3 نفر اینجا کشته شدن وحشیانه. آخه ما هم قراره همونطوری بریم. میگه قربانی ها نه برد جدیه. قربانی ها یه مادر بوده، یه دختر جوان بوده و یه دختر بچه. نه گرز گرندفادر و پدر بزرگشون. مادر و دختر. بذارین صداشو کم کنم. میگه که مادر و دختر توی آپارتمان زندگی میکردن. پدر بزرگی اومده بوده ببینتشون. به طرز ناراحت کننده ای 3 تاشون کشته شدن. مانی جان بخوام میگه بعد از تحقیقات مشخص شده که این قتل بر اساس ضربات چاقو اتفاق افتاده و تایم تخمین زده تو روزنامه نوشته. تایم تخمین زده شدهش هم واسه دیروز غروب بوده. میگه علائمی نشون میده که دزد بوده. دزده اومده وسایل با ارزششون رو برده اینا رو کشته. رو همینا. یه قصه آره پلیس believe this was a case of intentional homicide following a robbery. یه قتل عمدی بوده همراه با دزدی. حضوری مانی جان دهنت سرویس. دزده فراری. دزده که اینا رو کشته هیچ چیزی از خودش سرنخ از خودش نداشته و در رفته. همسایه‌ها گفتن که مادر و دختر رابطه خوبی با هم داشتن و هیچ وقت واسه بقیه آزار نداشتن. آخه و همه ناراحت شدن همسایه‌ها از این قتل. خب مانی جان بخوام برات یه صبر کن بعد بذار بخونم اینو. The police have set off a special task force and rare activity in the case is ongoing. میگه هنوز که هنوز پرونده در جریانه. 6 ژوئن 2001. آخه حاجی دلم کباب شد به حال اینا. داستان قرار بود آخه این پدر بزرگ است، این مادر است، این دختره. میگه از من میخوان قاتل رو پیدا کنم. آره ولی واقعا گیج کننده است. نمیدونم چیکار کنم کمک کنم ولی تمام تلاش هم میکنم. میگه فردا کار مهمی دارم پس برید. The
They're understanding. Alright, time to sleep. میگه فهمیدن. وقتشه برم بخوابم. بعد قاتل رو پیدا کنیم. دلم کباب شد به حالشون. واقعی بوده داستان؟ نمیدونم داستان واقعی بوده یا نه ولی خیلی دراماتیک شد حاجی. خلاصه بخوام بگم قاتل دهن همشون. شب دهم. شب آخره یا نه؟ میگه باید کمکشون کنم. بازا باید کمکشون کنه دیگه. پوفیوس پس چی؟ من میگم نکنه یارو که هر شب مسته قاتله. تنها کسی که اینجاست اونه دیگه. آره او دیگه میاد اینجا غم برک مست می‌کشه. میکنه. به خاطر همینه از این همون. ناراحت شده که همشونو کشته. همون هیچ بعید نیست. بچه ها من کاراگاه استاد بلدو هستم. من کاراگاه این خانواده هستم. من یه بردی برده شلوارشو نمیتونه بکشه بالا. مانی جان دیده میتونم. مانی جان دیده که شلوارتو میکشی پایین. ببین باز میتونی کار کنی آپارات به فرامون دا. دره چرا باید میمون؟ میگه قیافه شبیه آقای با دوتا بچه هاش. آره 100% همون. میگه اون یارو هودی آبی است دزده ممکنه این باشه. 100% خودشه. همون یاروه. فکر کنم میارتت بیرون خونه. بردت که چیز کنی. شبیه سازی میخواد. آره آخه دختر خانواده. آخه اینجا داشته آشپزی میکرده اینجا داشته بازی میکرده. حاجی دلم کباب شد. تو دستشویی چیکار میکرد؟ بودم شاید با بزرگی داشته میریده. با بزرگی کجاست؟ تو اتاق نیست. آخه در رو نمیتونی باز کنی در اینا رو. آی میره در باز. ای دیوس دوز. ای جاکش چاقو هم دستشه. بشخال برو گم شو. برو گم شو. سافت دختره رو فکر کنم الان باید چیز کنی. رو دختره حاجی پیام خیلی بزن. ناراحت کننده شد داستان. قرار بود ترسناک باشه. ای بر پدرت لعنت. اونو کشتی بس دیگ بود محمد دیگه. اومد. دیگ محمد اومد. با سلامتی همه حبس کشید آقا. مشتی آخه کشته. خونش ریخت کف زمین. واه. آه واسه همین واه، دختر بچه آره. همش تو همون همیشه تو بوده. دستشویی بوده. ای بابا بگردم اینم کشت لعنت بهت. بابا بزرگه کو. الان میاد آره. بابا بزرگی اومده بوده الان سر بزنه به اینا. اون بچه‌شو میبینه. میگه برو بچه‌هاتو ببین. میاد با این با ساتور درگیر شه. اما اونجا که اون جوون بوده میزنه اینم پلخچش میکنه. حاجی ما باید الان چاقو برداریم بریم بکشیم. مانی ناراحت شدم بیا دلداریم بده. این کیه؟ میگه حالا باور دارم که تو همه چیزو میدونی. بزرگترین بچه‌م جوون مرگ شد. از مریضی مرد. اون یه صدای آهنگو قطع کنم. آره از بازیه. میگه
اون یه زن و یه بچه از خودش داشت. میگه دختر بچه کوچولو مشکل داشت، زیاد صحبت نمیکرد اما خیلی عاشق نقاشی بود. من خیلی آدم با سوادی نیستم. تنها کاری بود که میتونستم واسهشون انجام بدم بود که براشون میوه بیارم بپوشم باش نقاشی بکشم. فقط سعی میکردم که بهترینم انجام بدم که مراقبت کنم از آخرین از پسر بزرگترم. این چیز میاد پایین. ولی اون طرف من یه پسر کوچیکترم داشتم. برخلاف اون توی دنیای دیگه بزرگ شده بود. همیشه دردسر درست میکرد، دروغ میگفت، دزدی میکرد. What the fuck. نه که ندونم، فقط سخت برام بود که باش کنار بیام. هی فکر میکردم اون هی بزرگ میشد همینجوری، ولی هیچ وقت درست نشد. او میگه یه حسودی میکرد و بدتر شده. اون فکر میکرده که تا وقتی برادرش مرده هر چی که داداشش داشته باید مال اون میشده. What the fuck. میگه اون اومده تو سیستر این لا میشه عروس، اومده زن داداششو کشته، برادر داداش هم کشته. What the fuck. میگه نتونستم جلوشو بگیرم، به جاش خودم هم قربانی شدم. All I ever did was compare him to his brother. Truly saw him not once. I bear responsibility for that we became. But the sins he committed so must pay for them in his life. میگه با اینکه هیچ ردی از خودش به جا نداشته بوده، هی برمیگشته به این مکان چک میکرده یواشکی. همش میترسیده که یه چیزی کشف بشه. میگه احساس میکنم اون نزدیکه، یه هودی آبی پوشیده، ولی نمیتونم این مکان رو ترک کنم. واسه همین احتیاج دارم که بیاریش اینجا. به عنوان پدرش یه درس اساسی بهش میدم. میگه تو چند سال گذشته تو تنها کسی بودی که تونسته به ما کمک کنه، لطفاً ناامیدمون نکن. اوکی اماجی. حاجی باید برب سوزد بازم ترسناک میزنی حالا خودمونه. خب برم بیارم ایت. نه آره برم بیارمش. چطوری پافیوز؟ ببینیم کارت دارم. بریم تو خونه باید کار دارم. بیا بیا با هم بریم. نه نمیخوام بیام. بارم کش. آره یه جور دیگه مخاشو بزنم. داره گزینه ای که سوال ازش بپرسی. احتمالا.
دور شید ازش. ها اوه باید بدوید برید داخل خونه. آره اونم داره میاد دنبالم. آره ستاشون اینجا منتظرشن. برو سراغش. میگه برو تو اتاق درم ببند. اینجا به بعدش با ما. میز نگاه نکن. آره برو اینجا به دردسر. دهنشو صاف کردن. تموم شد. پلیس اومد. مانی جان نمیذاره در ببند. میگه زبونش بند اومده بود تا زمانی که پلیس اومده بود اصلا نمیتونست حرف بزنه. آخه میگه ولی روحا هیچ وقت اونجا رو ترک نکردن چون میترسیدن که اگه برن دیگه هیچ مثل خانواده کنار هم نباشن. همیشه تو اون خونه موندن. میگه ولی من مطمئنم که اینقدر محکم بودن که تو زندگی بعدشون هم کنار همدیگه به عنوان خانواده باشن. They said goodbye to me and decided to go they were meant to be instead of ترک کردن خونه رو. میگه بیان خونه ما جا زیاد. خیلی جالب بود. سوپرنچرال چی بود؟ چی گفت؟ خیلی جالب بود. برو سوپرنچرال. Yes, I've never thought my ability could be used for others because نه بابا خونه اشاره نمید. خیلی بازی داستانی جالبی بود. آره